وين؟ ای بچه‌ام امی خانه‌ت میبینم امی خدیلم کشوده میشه همه میگم چند روز در امی خانه بیستم همی زندگی نقص همی خانه آباد آدم میفوره آخی خدا بشکر سلامتی سازه دیگه شکر ساز و چه جان شما چی خیلی؟ سازی که معلم ایرود رنگی کلچه باری امی تصب سرخ شدی خیلی من سازم بچه‌ام خدا بشکر نازم این سید کوی چیه دیگه خیموندی؟ شوهرم پدرکا ورده آمده. او خدا شوهرتیه اینمی خیلی شوهرتیه اینمی میفورمه که شوهر دره با پاهاش کشویه همین دستاش که سیدکه که پر باشه دره با پاهاش میکشویه آخی همه قمید اینا مردک باید انمی خیلی باشه مردکی به هوس پدرکه میبیوره همه شرایط چه مهیا میکنه انا اینا زندگی میگم خاک در سر انما زندگی اپد انما دختری بیچاره بیبخت و بیروز کردیم نه دیدیم و نه فهمیدیم و اخی چی میدونم چی منه سری منه چی جقید که من خیستم و دختر دویدم برو وردم دودم خدا گیره بروتای شوی و یعنی تا بروتای سیخ کرم مانده دیگه میگوی که یکم اینا هیچی بیچاره کوارتیر با کوارتیر زندگی حکش پست میمردم این دیل جگرم برای هوای تمام شده کاش که نیخلی رنگ شوی تو سید کهک بیوره پدر کهک بیوره و هوای هم آدم ایوخی خدیگه سازی میشه شکر چه؟ یک هفته پیش زنگتون زدم قناه برداشتین کتیشم ده چه رفته بدیم دمگیری ها فتا کجا بدون نبرداشتم نمیدونم زنگ زدم بعد که شو گپ زده بدیم کو اگر زنگ زدم نبرداشتن که گفتم بیا بریم ده چکینه نبرداشتن خدمون رفتیم ده چه رفتیم سنی ورزو دمگیری ماشاءالله ماشاءالله انخی مردک انخی باید باشه در چه بره بازار بره مگزین بره همه جا گردونه زن انی زندگی میشه اوخی همین نویرو با تلفن نگیرسن کجای بردن کاش که میبودم قطیتون در چه میرفتم من در چه هم تماشا میکردم میامدم ایسابی همی دومود خدای خدا برکتی همی شویتیتی دستی که من نبینم گوش کو یه فکر در سرم اومدگی باید من این فکر اجرا کنم اگر این فکر من اجرا نکنم که من هیچ وقت من آدم حس نمیکنم من باید این دختره جدا کنم فهمیدی؟ این خیلی نمیشه توکای لباسای کهنه توی هم میپوشه توکای اشوش لباسای کهنه شوی توی هم میپوشه توکای تو هر روز خوراک روی میکنی توکای من دزیده و پوسیده ای بچه هم و ای کلینام فقط خوراک روی میکنم مولای جا میرم قطعی اکد مصلحت میکنم من میرم جدا میکنم نمیشه خیلی بچه جان خیلی صبر کنیم یکی ساز میشه و زندگیشون آخه اینا 6-7 سال شد قریب صبر کردیم کی ساز میشه همی گاوی الله ای روزی امو میشدگیش معلومه که الله او شوی وای تا بروتای ماندگی ای کو وای اگر بروت شمگیره که همو انسانه هیچی نمیبیاره وای هیچی نمیکنه وای نمیخواد زندگی و قشاقونه نمیخواد گشنه و تشنه و دختر نمیخواد تمام میشه تمام الله اکبر میشه من مادرم من باید همین زندگی وای جدا کنم اما من فکر کردم که من وای جدا میکنم سید کو تا میگم شروع بعد نیکی چی داشته باشه دور شوخی بینو نمیدونم ندیدم شالی من نصیب کنه تخیلی جان رحمت چه مردک ده مردک Assalomu alaykum. Assalom. Munda nabosh Zanak jon. Sazin Madak jon omadin? Omadim. Chi o'ldiray? Soz. Salomat, xudo xo'y. Soz. Amma tinjay. Soz. این دریجه یای ما اون خفا کی با نمیاد پیشی من کجا بود خیم شری نره خندو تبزه بازی داری ها بازی اومدم یا سوی رو گب کردن که سویتوی بعضی هم سوی رو بریدن اخیر ما چی نکن آخه برای بعضیش سوم میگن اسپور دبده نه نشده نمرتون دیگه اما تینج تینجی مانده شدیم مقدم کورا مونده میشه چیکار میکنی اوقات کدگیم تیار عیوزی
خیلی وقت فکر می‌کنم که وقته یکم 2 ساعت دیگه ولی وقت مونده ها اکا وقت هست یا دم گیریم من بریم مالی رفت این غمی دختمانم میکش میشینم و میخیزم فقط فکری نوشافرینه در سری من این همی خوردگی من همی قرتقام تراشیده میره این بچه در کجا باشه بیا زنگ زنم همی خونی خواهرش بیام جمعی مصلحت کنکریت نه حل کردن در کورکی نمیشه خیلی کجا دا باشه ای دلیر جون در کجا باشی جونیو چه کنی بردار تلفن تا کنی مصلحت کنیم الو دلیر سوزی بچم ها من نغزم سوزم بچم خونی خواهرت آمدگیام ای من همی زیق که میشم دیگه به همی خیالم که بیام همی خونی همی داخل من آزاد حس میکنم خیلی دیگه اوخی میفورم اینجا 3-4 روز ایستان دیلم کشوده همیشه گوش کو در کجای تو همین نزدیکی آده باشی بیا خونی خواهرت روی هم مصلحت تزی مصلحت کردن در کورکی من دیگه نمیتونم دلیر جون همین اوچه فورات تز بیا که با فکرم که اوچه تا دست میتی اگر مصلحت نکنیم مایلا بچم تز بیا من نگاه میکنم تز بیا مصلحت کنیم که خیلی چی من میسون که من در پیش موندم میگه یک کس میدزیده باشه خیلی یه طرف مون ایسته خیلی سرایا سرایا لابه چه؟ بیا اینجا دخترم آزی سرایا جان حکت زنگ زدم گفتم که تیز بیا نه بیای تمام دلم میکفه امی شیشتم در امی خونت یه باره دلم علم کرد دلم درد گرفت امی نوشافرین اپیش چشمم ایسه میره کاسای خالی در دستش گردنکش کج نمیشه امی حجکت بیاید مسئله در اینجا کنکریت نه حل میکنیم و جدا میکنیم خیلی تایوری پیوری تا ایسسته نگاه کل با کده مالشو چه؟ مالا اوچه جون تینجی هست؟ گرده کار داشتم باید کارم بود میکردم مخی اوچه هم بخی بیا که اوچه تایدست میتی نه شکر خدا یکم گم نیست اوچه جون تینج سوزه نخی فیشورتون جوش در باید فکر مینا ایرانگروتون معلوم تینجی نیست بچم همین تینجی نیست که من تیا فیرود کردم تینجی خوکای بچم چی تینجی غمی همه شما باید همی اوچه خوره گشنگی شما تشنگی شما بیلی باسی شما همه کاری پست بلندی شما باید غمتون اوچه خوره من اوچه‌ام من دختر تولد کردم من باید غم خورم تو یه بار اکش ده یه بار غم خوردی که گفتی که همین نوشافرین چی میخوره چی کار میکنه این شبیه زندگی یکش که تینجای خدا بشکر خونه و درش که آباده میبیام عصبم آرام میشه اوچه جون من با قدر امکان خیلی دستگیریشو کرده ایستم همون دستم رسیدگی یاردم کرده ایستم خیلی من میتونم من این زیاد دیگه نمیتونم بوی طرف زندگی خیلی منایخی انا برای انمی میگم تو که تو یاردم میکنی تو که من یاردم میکنم تو که این دختر یاردم میکنه نمیشه بچه این مسئله دیگر خی میکنیم این دختره جدا میکنیم استغفرالله بگو چشمون چی گفتیستین؟ نگم استغفرالله نمیگم میریم جدا میکنیم گفتم جدا میکنیم تمام اوچه این جداش میکنی چیکارش میکنی در اینجا چیکارش میکنی؟ این همی 7 سال قریب 6-7 سال میشه زندگیش همو کاسه خالی همو پتینکوهای کندگی همو کرتهای در عروسی کردگی همو رنگای زرد همو گردنی کجی خواهری تو اوچه جان شما بگرده ببینی همه حیل همسایه را همش پرابلم داره همش مشکلی داره یکی بخاطر زندگی و فرزند بخاطر گپی مردم دیگه صبر کرده دختر کرده زندگی داره بچه من با حل همسایه کار ندارم با گپ چه پیچکا کار ندارم گپی من یکتا من اوچه‌ام من باید گپی خود مگم قانونی خود مکنم بعد همی اوتاد کلونی خونه منو باید گپی من شوه
الان میخزم میرم جدا میکنم میگیرم میبیرم اوچا جان شما باید برعکس بگین که دختر جان زندگی تا بخواب خیلی همین خودت اوچا جان همین خودت در وقتش عذاب نکشیدی نه هیچ نو تشنه نموندی اما سالای قینی ده عذاب نکشیدی هشیدی صبر کردی توقت کردی به این روز رسیدی آخه هم دختری خودت هم صبر کنه شکر ای شکر زنی دیم نیست شکر باید دیگه نیست های چی بعد میشه آخه گپی زیاد دیگه گپ نزن تمام ماشین تا تیار کو گپی ما میریم دخترم میگیریم میبیاریم اوچا جان چی خدمت دیگه ما میکنیم نه که در همین کار شما راضی نیستم فهمو همین چی گپشید پگه نتیجه شدی دیدین ای خیتون خفشین ما در این کار خوش نیستم مالش ما اوچا جان ما میبرم با ماشین ما میارم نکی وقتی بچه شروع فکر کنیم ما فکر کردم که بچه تمام تو ماشین تیار کن اما رفتن تا دون تمام همه وقت اوچا جان تیاره اون ماشین ما یکم خودم دختره گردنی کتش میبینم کرتوی کندگیش میبینم اینو میخوازی بخیزین ما تیار ما برای ماشینم یکم مشکلی نیست از کنتی خودت خیلی میکردی زن دیگه روز میستود خود کم استاد همه شرایطای زن تمایل کردگی با بینیاشون جینج کرده یعنی حیات میرسه کدام اوچا خیلی هم مردک بیچاره خیلی باید فهمیدن در کار هم در این زمانه دستش نمیرسه کو هم حلوا نمیخوره کو میبرارم در دست میرسیدگی میتیم تمام الله اکبر خیلی به ماشین تا زوادید که میرم خیلی حاضی میرم میبخشی دختر تا زد همون بچه یکم عرق کرد یعنی معیزده یکم بانگی جنگی چیه؟ ما در بانگی هنگی میبود پلیو میبود فهمیدی ما در کارست موسیقی بگناهی بدونه قص خیلی عصبا ما ویران کردی بیا بینین خطا میدونم گرد بیاد نتیدم ایخواه زنان هر روز میگفتی که ازما رو که میدم میکنی نکه امروز روزی بگیم که استراحتی که هسته نه در خدمت خودتی یه روز استراحت نه یعنی خطیت بدن گفتی همون گفت در همه خونه ترا دیدن خودش برای من استراحت جون شرین خب بسم الله ای بوی بگو چه؟ اینا دختری بیچاره ما آورده خیلی جایی نزدیک نمیشد که کوارتیره گیره خیلی کوچه با گم میزنه خیلی بدروید با خونه دا گم زنه ای باید خوزی بیچارت هم یه توی دوزی خندو تا بزن خونه دارا سومشا گفتم به تعدادیش ها دادم که اومده دادا بده نه او چند معنی و شیپا و پروش نوشافرین چون آمدی وای دختری بیچاره بیا خلا کاش که همی خولت نمی آمده نمیدید همی بلویه خلا اومدی خوش اومدی اینا با ما با بهانه خودت گپ یولا چویک میخوریم بگایی انا ازمو رو از شکستی سبزیم دم میگیریم سلام علیکم چلی خوبی؟ خیلی چینج هستین؟ خوب هستین؟ خوش اومدین خلا جان خوش اومدین خونه بگذاریم ای چی گپ های داماد؟ تینجیه؟ چینجی همونین هم امروز استراحتیه خلا گفتیم من زنه که یک از مکوش بش کنیم یک دو سه هفته بیچاره میگم ازمو رو مالک بشکن اختی بشکن یه سیرکوله نشید وقت امروز اکه در خدمتی زنه ازمه که زنک شکسته یا شما تمر در دستی زنک ایکو؟ خلا شما من نمیدونم با چی دیدین؟ من ازم شکسته سبدم با 4 تا چشمام دیدم این دختر ما دسته 10 مرده تو ازم شکل آوردی یا 10 مرده خونه تایفتی بیا خونه دا بریم گپ زنیم ای خونه چی داره همی؟ خونه میگی که خونه خودش باشه بیا دارم خونه دل جگر من خورده بگی خونه در خودش باشه
یک کتگی میکنه خیر کی جورا هم حیفی باشه همین ما دختر سوم رو. اسپوریم بگذار زنگ جان خلا خیر ما سوم اسپوریم جورا هم باشه هم خونه خیلی من حساب میشه اوه همسایه چی داره همین اوخی کیا داری همین میدروه همسایه داره خلا جان خوش اومدین خیر اکای دلیر جان سلامت باشین. زنده باشین خوش اومدین این خلا ما میگم کدومی از سبوش سخت مونده کرده یا از سبوش در رسیده شو عصبی این دومو ایسونا میشه بو با کدوم زبانت گپ میزنی بیچاره زنه که هیزمایده کن کردی پویل کن کردی اما باید دستش دادی کوارتیر خونه به خونی مردم گردوندی این پیش از زنگیری دهان 3 کیلو شدگی ای خلا ما مردکم ما همه شرایط برای زنکم فراهم میبیارم همین شرایط فراهم بیاری 7 سال میشه که در دری مردم در کوارتیر گشته همین دختری ما یک گودکی بیچاره در تفتم با کشوله بارتونا میگه ای در میرین بارتونا میگه ای در میرین ای توکای ما در زن که لباس میکنیم توکای در کودکی که ما لباس میکنیم توکای خوراکای که ما میبیاریم تامین میکنیم تو چه مردکی چه مردکی تو که با تمام گاز چه مردکی کس کرده سم خلا خیر همین با قدر این کن کرده سم کار کرده سم خلا جان همین سهر ساعت 6 میبرم بیگا میگرم خلا خیر چیکار کنم ساعت 6 میبره هوای تازه میری کیسوی خالی میگردی میبیایی چکن ساعت 6 روی تیا خیلی جیل پستاکوتا جمع که خونه میریم گیر همین یک گودکی تیا من در بالای دیده هم کلام میکنم ای همین خیلی اوتای نوکورای بی پول خوجه همین یک گودک من خودم کلام میکنم من زنده ام پولی فهمیدی خیلی جیل پستاکوتا جمع بخواد شما به همین درجه این مال خود چون همه زندگی شده به فکر روزی هم یکم وای نیست خیلی همه این شرایط ای بچه هستش که نمیشه زندگیت ای یا با نگاه که این همین مایکایا این همین بدنسکایا شنی نگاه پوشیده آمدگی شد اگر همین لباس پوچه میداشت ای تنه همین برآمده میرفت یکی خواهری تو حالی برآمده نرفت خیلی چی پستاکوتا جمع که میری خلا من زندگی ما دوست میدارم التماس در خلا نکنه زندگی ما در یکمش دیمش این که اینا من نو خریدگیم زندگی دوست داری تو در کار نیست فهمیدی زندگی دوست داری تا شرایط مهیا کن زن آزاده خراب شد انا این زندگی خیلی لباسات جمع که میری اوچه جان جانم شوین اوچه جان میدانم شما مادرین غم مرا میخورین دوست میدارین مرا اوچه جان نه که هر خیل قرارا رو در زندگی ما نبرورین اوچه جان من زندگی ما دوست میدارم شوهر ما دوست میدارم اوچه جان میفهمم شما مادرین این مادر بودن شما شهر نیسته که هر خیل قرارایی که در زندگی ما برورین ما اجرا کنیم اوچه جان همون نیم تنانه که شوهری من به عرق جبین به مهنت حلال به خانه من میاره من ای هزاران ضیافت خانه اکا و دادر که به مهنت ای بالا میدانم من نمیخوام زندگیم ویران شود زندگیم خوب رفته است زندگی هزاران پستی و بلندی داره اوچه جان امروز اوچه جان شما مرا خانه میبرین یک روز بالا گذر میشم 2 روز بالا گذر میشم ایبان یک ماه نیم ماه گذره دیگه مرا نه اکام نه ینگم یگان کس چشم دیدن اونو میکنه در خونه من زندگیم خوبه زندگی ما دوست میدارم شوهر ما دوست میدارم ما فرزند داریم فکر کودکک کردن در کار من نمیخوام زندگیم ویران شود اوچه جان برای همین اوچه جانی من خوشبختی مرا بخواهین خوشبختی فرزندتون رو بخواهین در زندگی ما دخالت نکنیم اوچه جان السلام علیکم دوستانی عزیز تماشابینان فراموش نکنین چقدر که شما نوا را تماشا کردین از شما چی میره برادرها فقط یک دونه لایک در کامنتاری یک سخن خوب و نگفتنمونه پادپیساتسیا را فراموش نکنین حتما در کانال پادپیساتسیا کنین انشالله که نوارای خوب و تربیوی هم پیشکش شما میگردونیم باقی سربلند و خانه آباد باشید